توی قسمت 71 عشق ابدی که همین دیشب پخش شد، جذابیت جزیره رفت. حمله های آخر کفتارها رو هم تحمل کرد. آب خورد به وجودی که دستاش میلرزید. کظم قیس کرد، جواب نداد و رفت. چقدرم جذاب و محبوب. اما صبح که بیدار شد دید یکی از کفتارها همچنان داره میسوزه. یکی از پیجاش رو ریپورت کرد و پیجش بسته شده. کی؟ نگفت کی. میگه همون خانوم. میخوایم بدونیم کدوم خانوم؟ همون که اگه منو آیسن و همه شما جمع بشیم و بریم به جنگ اون خانومه، با لشکر شپشاش حمله میکنه و هممون رو تار و مار میکنه. هیچی دیگه، صبر کنیم تا مهر ماه بشه که مدرسه ها باز میشن، شر فنهای این خانوم کم بشه، راحت بشیم. سلامتی خنده هاست. اینو از کجا گفتی؟ از دلم. سلام گل تو خونه. هرچند که دیگه این عشق ابدی اون عشق ابدی قبل نمیشه، اما ما اومدیم که قسمت 72 عشق ابدی رو بزنیم این وسط و سبزیشو پاک کنیم. تو هم بود برو خارت و خورتاتو بیار، بشین اینجا کنار ما و تا آخر این ویدیو با ما باش. محبود چطوری شد یهو اینقدر منطقی شد؟ میگه شاهین توی این 10 روزی که توی ویلا بوده بدون گوشی و فلان و بیسار، چه اتفاق افتاده که تونسته با این دختر تموم کنه که در تمام مدت زمان قبلترش نمیتونسته. راستم میگه، واقعا شگفت زده دارم میشم از محبوب توی این 2-3 جلسه آخر. ولی من میگم احتمالا شاهین شانس برنده شدنش رو توی اون 10 روز دیده که بالاتر رفته، محدث هم موی دماغش بوده و شده آنچه که شد. سیسی جان، یا بهتر بگم سینگل بگور جمع، که تو برنامه پارتنر یابی همینطور سینگل تا فینال داره میاد بالا، معتقده که شاهین جسارت داشته. سیسی جون، کلن با کجات فکر میکنی؟ اون شاهین فلک زده 10 بار بیشتر گفت به خاطر پول اومده تو بازی، حالا هی تو بخواد توجیهش کن. طبق صحبت‌های ترانه و محبود و سیسی جون، تناز خانوم چون شاهین رو دوست داره اینجوری داره میجنگه براش. در عجبم چطوری همچین تفکری به مغزشون رسید. خیلی تابلوه که به خاطر 2000 پول داره این کارا رو میکنه، وگرنه هیچ آدم سالم و نرمال این وحشی بازی ها رو به عنوان فرد سوم توی یه رابطه واسه یه مرد هیز و حول و خالیبند و خسیس که همش 20 روز وارد زندگی شده نمیکنه. علی و میلاد میگن استایل مهراد برای محسن استایل قدیمی و کلاسیک است که سفتا به هواخواهیش میپره وسط به میلاد میگه نه قایق خوبه. راستش منم خندم گرفت از این حرف سفتا. میلاد، اول اینکه جلوی سودا یکم رعایت کن. بالاخره تنها کسی بود که هوای مهراد رو داشت و به خاطرش آرایش اسموکی میکرد. بالاخره روش غیرت داره. دومم این که همه که مثل شما نمیشن میلاد جان، با روش‌های نوین مخزنی مثل قایق درست کردن و گل دادن و قلب کشیدن رو کاغذ مخ دخترها رو بزنن. یه ذره کلاس میذاشتی واسه اون مهراد بدبخت. بعد شلوار کماندویی 6 جیب دوکی امشب زانوشو کرده تو چشممون. ماروخ به پیجی میگه که از لحاظ روحی، انرژی، احساسی همه چی انقدر به هم نزدیک شدیم. بعد همون لحظه پیجی پوزخند زد. شما هم دیدین؟ پیجی کلا همه ما رو گرفته ها. پیجی میگه که من اسم روی این رابطه نمیذارم. حالم خوب، آرامش دارم، اسم روی این رابطه نمیذارم. حالا این در حالیه که به منتها الهی اون سمت ما چرخیده که ماهرخ اون پشت نبینه، چشمش تو چشش نفته. من گفتم الان از اون بر مبل میافته پایین. بابا پیجی حقم داری. منم بودم تو جا دکتری میشنستم، یکی هی دور برم راه میرفت، قربون صدقم میرفت، برام غذا میپخت، غذا میآورد، آب میوه میآورد، کافی میآورد. همینقدر میرفتم روی عبام. مرد بیا پایین با هم دیگه راه بریم. خودشیفتگی در چه حد؟ همه زنا مثل ماهرخ نیستن و خیلی از زنای دیگه در ما تحتت هم لگد نمیزنن یه وقت پاشون کثیف نشه. والا ماهرخ به پژی میگه دیگه میخوام پژی صدات کنم. پژی هم به افق خیره میشه. احتمالاً تو اون لحظه داشته به این فکر میکرده که چجوری از دست ماهرخ فرار کنه بره فرودگاه، بعدش هم آنالیا. میگه من حوصله حرفای مردم و بچه ها رو ندارم. اصلا یه ذره حس تو این مرد نیست. فکر کنم قلبشم پلاستیکه. شاید به قلبشم فیلری چیزی تزریق کرده، زاویه دار شده، خوب کار نمیکنه.
داداش ماهرخ که دیگه امشب ما دیدیم حسابی برا خودش خانومی شده بود، برگشت به پژی گفت من واسط احترام خاصی قائلم، نمیتونم بهت بگم تو. بعد آقای زاویه‌های نامنظم میگه چقدر خوشم میاد اینجوری احترام میذاری. پژی جون شما اول یاد بگیر طاق‌باز نشینی، بعد از احترام بگو. آقای احترام، تو به مخاطب مگه احترام گذاشتی؟ آخه ما چرا باید شاهد هوا خوردن اعضا و جواهر شما باشیم؟ این چه عادت زشتی مردا دارن؟ تو تاکسی و همه جا هم هستن. والا که زشته، اصلا باحال و خوبم نیست، منزجر کننده است. بعد تازه بعد از این چرت و پرتایی که پیجی گفت، ماهرخ برگشت بوسش که خانم فمینیست بهش هم بر نخورد. رابطه پیجی و ماهرخ به من حس ارباب و رعیتی میده. امیر حسینم طرف نگار رو گرفته و میگه نگار با اصالته، میگه با همه حجمه هایی که روش بوده بدون هیچ حرفی از ویلا رفته و میگه این شخصیت زشتی که آدمای داخل ویلا دارن از خودشون نشون میدن، بعداً بیرون از ویلا براشون عواقب داره و یقشون رو میگیره. امیر حسین دوباره دکمه باشوریش رو زده ها. آخه امیر حسین شعورش دکمه داره، میزنه بالا آن میشه، میزنه پایین آف میشه، ولی فکر کنم مشکل پاور داره، تو اپیزودهای کمی روشنش میکنه. امیر حسین خوب گفتی و درست گفتی، ولی به آدم درستی نگفتی. نشستی جلو سودا دشمن خونی نگار از خوبی و اصالت نگار میگی مغزتو قربون پسر. سیاوش رو دیدی؟ میگه من همون فینال اول داشتم حذف میشدم، امیر نگه هم داشته. سیاوش ما هر فینال بشیم پاشای تو رو دیدیم و حذف نشدی، خب فقط از فینالی به فینال دیگه منتقل شدی. واقعا خدا یکی بیاد پشت پرده تو هم لو بده ببینیم چجوری توی این مسابقه موندی. تناس خیلی پررویی میخواد که تو دختری باشه که وقتی بهت میگن فضولی نکن با وقاحت بگی من فضولم، فضولی هم میکنم. اما به قول خودت دختری نیستی که این جمله رو البته از نگار جون به یادگار داری، من دختری نیستم که بقیه توی رابطم دخالت کنن. وقتی شاهین رو دیس کردن با مشت رفتی تو گاز آشپزخونه، تازه میگی در حال کنترل کردن خودت بودی. بابا تو کارت از قلاده گذشته، همه افراد اون ویلا باید برن واکسن هاری بزنن. خطرناکه، خطرناک. بعد میگه حال روانت خرابه چون 6 ماه پیش یه رابطه نامزدی و تمام کردی که یارو سرت کلاه گذاشته. خب به ما چه؟ ما چرا باید وحشی بازیت تحمل کنیم؟ میرفتی خودتو درمان میکردی به جای اینکه پاشو بیای توی این برنامه. تو واقعا درمان نیاز داری. الانم دیدی که شاهین چه موجودی از آب در اومده، بازم ازش دست نمیکشی؟ قطعا با همین فرمون بری جلو تا آخرش همین دختر هیچ وقت یک رابطه درست درمون نخواهی داشت. اما با همه این حرفا ما نه دلمون برات میسوزه، نه برات آخه آخه میکنیم، نه بهت حق میدیم. ما رسما گرخیدیم از تو دختر. تناز از رابطه و شخصیت پارتنرت میگی؟ کدوم رابطه کدوم شخصیت؟ شاهینو میگی؟ البته خودت هم مثل شاهینی، چه حسن کچل چه کچل حسن. شاهین و تناز سر و ته یک کرباسن، خیلی هم به هم میان. شاهین میگه همش 29 سالشه و داره یاد میگیره. شاهین تو 29 سالته، کی زن گرفتی؟ کی وقت کردی جداشی؟ خیلی سال هم هست که مهاجرت کردی. بعد هم با محدثه بودی، اونو پیچوندی اومدی گرفتی رو نگار. اون پا نداد رفتی با تناز، خوبه همش 29 سالته. شاهین در خودت چی دیدی که به عنوان یک خیانتکار اومدی وایسادی رو ببی دوربین و ما رو نصیحت کردی، بهمون مشاوره رابطه دادی، بعد یک جوری از حجم مسئولیت در قبال یه دختر 40 کیلویی حرف میزنی که انگار قرار بوده براش چیکار بکنی. رئیس قبیله که نبودی، پارسنره، به مدت 1 سال پارتنر یه دختر ظریف و نحیف بودی. فکر میکنی شاخ قول شکستی؟ چرا توی این ویلای لعنتی دخترها پسرا رو میبرنده؟ غذا هم واسهشون درست میکنن. الان ماهرخ پیجی رو دعوت کرده دیت، غذا هم واسهش درست کرده. بعد میگه دستپخت خیلی چیز مهمیه تو رابطه. پیجی جونم میگه من چون هم خانواده مادری و هم خانواده پدریم دستپختشون خوبه، دیگه اگه غذای خوب نباشه نمیتونم زیاد تحمل کنم، که خدا رو شکر دستپختت خوبه. مردک مگه کلفت و آشپز و برده گرفتی؟ چقدر سرویس میگیری از همه تو این برنامه؟ خیلی دوست دارم بدونم خود پیجی تا حالا چه حرکتی زده واسه بچه ها و ماهرخ.
آره دیت پیجی زوزنقه‌ای و ماهرخ. پیجی چقدر سرحال و خوشحالم هست، برعکس همیشه که با ماهرخ حرف میزد همیشه اینجوری تو خودش بود و روش رو اونور میکرد و اینا. با ذوق و شوق اومده بود نشسته بود. به نظر من چون که داشت بوی غذا بهش خورده بود و داشت غذا میخورد سرحال بود این گد و گشنه. بعد ماهرخ میگه که لیوانا رو که زدن به هم، ماهرخ میگه که به سلامتی خنده هات. پیجی میگه اینا از کجا گفتی؟ خب از همونجاش. تو نمیبینی ماهرخ برای خودش داشت مشتیه؟ از کجاش آورده چیه دیگه، بلد این چیزا رو. اونجایی که ماهرخ لیوانو میاره بالا که به سلامتی بزنن، بعد این مرد خشتک تاق باز مثل گاو لیوانشو سر میکشه. تو چقدر تعطیلی؟ بدبخت اون زنی که قبلا با تو رابطه بوده، تو حتی الفبای برخورد با خانم ها رو هم نمیدونی. خشتک تاق باز. ولی شکم پیجی که سیر شد شروع کرد حرفای قشنگ زدن و اون نامه عاشقونه که فکر کنم خاله شادونه نوشته بودتش. راه قلب پیجی فقط و فقط از معدش میگذره ماهرخ. اما اینجا این برنامه برسیم به نخل طلایی که من میخوام اونو بدم به میلاد که واقعا شایسته است و برحقه، به خاطر که با 2 قایق کاغذی و 4 گلی که از باغچه ویلا چیده تونسته تا الان 3 دختر رو بغل کنه. و اما زرشک طلایی رم بدیم به عوامل عشق ابدی که به یه خیانتکار فرصت اینو دادن بیاد جلو دوربین و از خیانتش دفاع کنه. خب گله تو خونه. اگه تا اینجای برنامه با من آیسان بودی ازت تشکر میکنی. لایک، کامنت و سابسکرایب یادت نره. تا برنامه بعدی و ویدیو بعدی که همینجا هم دیگه رو میبینیم. خدافظ.